سلام دوستان، جلسه امروز رو شروع میکنیم. امیدوارم تعطیلات خوبی گذرونده باشید و در این فصل زیبا به طبیعتم بیشتر از دیدن زیبایی ها لذت ببرید و این درختای خوشگلی که میبینیم امروز میخوایم تصویرش رو بکشیم. امروز یه تنوعیه که شروع میشه بحث طراحی از طبیعت ما، به خاطر اینکه هم فصل زیباییه، میخوام بیشتر تو طبیعت برید، هم اینکه دستتون خیلی آزاده از انواع خطوط استفاده کنید. درختای زیادی ما میبینیم تو طبیعت با شکل‌های خیلی زیاد و مختلف که شما میتونید هم کاغذ طراحی و مدادتون رو ببرید و از درختی که در معرض دیدتونه طرح بزنید، هم میتونید تخیلی طراحی کنید. اینطوری خیلی ذهنتون درگیر میشه. میدونید که ذهن ما خیلی تنبله، دوست داره فقط تنبلی کنه. خب ما باید اینو مشغولش کنیم. ازش سوال میپرسیم که دوست داری چه درختی بکشم؟ مثلا میگه درخت بید مجنون، یا بیدایی که دم رودخونه ها هست، شاخه های بلندی داره، حتی توی آب اومده. میدونی چیه؟ اون ذهنتون و اون مغزتون رو درگیر کنین، ازش سوال بپرسید تا بهتون جواب. خیلی هم خوشحال میشید. امروز ما میخوایم درخت بکشیم بدون هیچ قاعده و قانون، نه کادر احتیاجه نه هیچ. شما ترجیحاً اگه بتونید به طبیعت برید خیلی خوب، اگر نه تخیلی بکشید از هر درختی که تو ذهنتونه. خب مثلا من الان اینجا براتون میکشم، ببینید از پایین کاغذتون یه مقدار کم فاصله بدید، خیلی نیاد اینجا بکشید، یکم فاصله بدید، از بالا هم یکم فاصله بدید، خب زیاد نه. با انواع خطوطی که کار کردیم امیدوارم که تمرین کرده باشین این چند جلسه، استفاده کنید و این درخت بکشید. خیلی راحت و زیبا. ببینید این میشه تنه، شاخه ها را به هر شکلی که دوست دارید اضافه کنید. ببینید یه حرکتی توی طراحی و نقاشی بهش میگن تاش. اون چیه؟ اون اینه که دستتون حرکت آزاد به این شکل داشته باشه. ببینید مشخصه؟ ببینید ما از این حرکت میتونیم برای کشیدن شاخه های درختمون استفاده کنیم. ببینید متوجه شدید؟ ببینید هر نقطه‌ای شو که دوست دارید شما شاخه اضافه کنید. تمام شد. حالا اگه دوست دارید برگ اضافه کنید، دوست ندارید این شکلی هم حتی میتونید بهش فرض کنید برگ. اگرم دوست دارید تک تک برگ بکشید براش.
به همین راحت خودتون رو به هیچ وجه تو قید و بند قرار ندید، از انواع خطوطی که یاد گرفتید استفاده کنید و یه درخت بکشید. اگه خوشتون اومد یه درخت دیگه هم بکشید. یه درخت کوچولو هم کنار این میتونید بکشید. یه نهال کوچیک که داره تازه قد میکشه. پس درس امروز رفتن تو طبیعت یا استفاده از تخیلمونه که بتونیم یه درخت خوشگل بکشیم. قطع کاغذتون هر چقدر هست از همون ترجیحاً استفاده کنید. اگر نه میتونید توی یه صفحه چند تا درخت بکشید کوچیک‌تر، اما هر چقدر دست شما آزادانه تر حرکت کنه، کاغذتون بزرگتر باشه، درختتون زیباتر باشه، درختتون قشنگتر باشه. مهم اینه که لذت ببرید از طرحی که میکشید. هر چقدر لذت ببرید طرحتون زیباتر میشه و زیباییش هم فقط خودتون باید دوست داشته باشید. ممکنه کس دیگه درخت شما رو دوست نداشته باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که خودتون لذت ببرید از طراحی که میکنید، از درختی که انتخاب میکنید. میتونید از طبیعتی که میرید بیشتر لذت ببرید، میتونید از طرحهای درختایی که میبینید بیشتر لذت ببرید و ارتباط بدید ذهنتون رو با طبیعت زیبای این فصل. اگه سوالی داشتید بپرسید. امیدوارم که تمرینات جلسات پیش رو تمام و انجام داده باشید. سوالی داشتید خوشحال میشم جواب بدم و خواهشاً تمرین کنید. موفق باشید، سلامت باشید. خدا حافظ.